مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه زنه میگه که منم داشمی وای گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده، سلام. من امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. یه مقداری ما درگیر افشاگری بلاگرها بودیم. این سلبریتی‌ها داشتن قصر از زیر دستمون در میرفتن. امروز باز دوباره یه مقداری می‌خوایم راجع به صنعت پر رونق سینمای ایران که ماشاءالله بکنیه داخلش برای شما صحبت بکنیم و افشاگری بکنیم، یه مروری هم بکنیم که اصلا در سینمای ایران چجوری بکن صورت میگیره. بعدش هم در خصوص دو نفر از این سلبریتی ها میخوایم با شما صحبت بکنیم، خانم لیلا بلوکات و سحر قریشی، که یه ریز افشاگری بکنیم از پشت پردهشون، کوکوپرتون بریزه و برسیم به قسمت های بعدی. اما سینمای ایران گفتم دیگه، یعنی اگر بازیگرها بتونن رابطه خوبی و با کیفیتی با تهیه کننده و کارگردان ها برقرار بکنن و بتونن یه سرمایه گذار خوب هم پیدا بکنن که سرمایه گذار خوب بتونه ترتیب مقدمات سرمایه گذاری یک فیلم رو بده، نونشون تو روغنه و هر کی راحت تر بده، هر کی مجردتر باشه، هر کی بی‌رابطه تر باشه و بتونه ارتباط برقرار بکنه با تهیه کننده ها و کارگردان ها، در سینمای ایران جا خواهد داشت. یه چند تا هم استثناء وجود دارن. ما نمیگیم صنعت سینما ایران 100%ش بکنه، اما 99.9999%، 0.1% اون وسط قصر در میرن که به حال استعداد ذاتی دارن و واقعا این کارن، یعنی برای سینمای ایران ساخته شدن. بقیه هم خب تکلیف مشخصه دیگه. وقتی شما مصاحبه‌های یه سری از این سلبریتی ها رو میبینید، میشنوید، میبینید که طرف اصلا انقدر بی‌سواده موج میزنه، این بی‌سوادی در تفکرش، در حرفاش، در صنعت موسیقی هم البته همینه. ما که میرن میگن که اینجا امنیت وجود نداره، اتفاقای بدی میفته، پیشنهادهای بدی میشه، کسی هنرشون و کارشون رو نمیبینه، اینا میخوان برن. چی بگم؟ این شکلی بوده واقعا فضای سینما؟ چیزی دیدین تو همه این سالا؟ نه که فقط بگم حالا تو فضای سینما، نه، ممکن تو خیلی از فضاهای کاری دیگه هم آره. باشه بالاخره، نه فقط ایران، همه جای دنیا ممکن باشه. همونطور که چند وقت پیش حالا خیلی شما دیدید بازیگرهای هالیوود چقدر بر علیه تهیه کننده ها و اینها چیزهایی نوشتن. بنابراین یه چیزی نیست که ما بخوایم یک منطقه رو یا یک شغل رو جدا بکنیم، اما اینکه خود آدم چقدر اجازه بده که به حریم خصوصی آدم نزدیک بشن، این به نظرم خب خیلی مهمه. یعنی واقعا سعی میکنم خیلی وقتا به بچه‌ها و خصوص به دخترهای، فرق نمیکنه البته جداش نکنیم، دختر و پسر دیگه نداره، ولی خیلی سعی میکنم این مسائل رو یاد بدم. خانم قلی خانم‌ها متأهل میشن تو سینما کمکار میشن؟ نه، من اعتقادی به این ندارم، چون خودم انقدر پیشنهاد کار دادم که واقعا خیلی کارا رو رد میکنم. حالا بگذاریم در خصوص خانم لیلا بلوکات میخوام به شما بگم که ایشون یه مدتی با علی کریمی دوست بود، همین بازیگر فوتبال اسطوره باشگاه پرسپولیس و تیم ملی. نشون به اون نشون که خونه خانم لیلا بلوکات توی تهران خیابون گلزار کوچه یوسف انتهای کوچه بود و زمانی که همسایه آقای مهرانفر محسن تنابنده بود، اون موقع با علی کریمی دوست شد. چجوری؟ با هم دیگه اولا باشگاه تنیس میرفتن، یعنی تنیس و این صحبت ها. حالا تو ایران هم خب مختلط نیست، اما خب اگر شما معروف باشی مختلطش هم میتونی بکنی، کارو میتونی در بیاری. و دعوتش میکنه خیریه، اول برای مثلا خیریه و جای مختلف میرفتن و حضور پیدا میکرد، چون الان چند سالی هم هستش که لیلا بلوکات کلا بازیگری نمیکنه، حالا جلوتر هم بهتون میگم، و همون کار خیریه رو داره پیش میبره دیگه. جلسات خیریه یه مدت تو خیریه برگزار میشد، بعد کم کم رسید توی خونه لیلا. این جلسات رو دیگه اونجا برگزار میکردن و به صورت خیرخواهانه علی کریمی کارهای خیرخواهانه رو انجام میداد برای خانم لیلا بلوکات، که البته بگم که علی کریمی الان در حال حاضر توی رابطه است،
یه ویلا داره تو لواسون که خیلی هم معروف شده ماجرای قبض برقش و این چیزا. یه دونه دختر نونیمه، یعنی طرف آنچنان هم معروف نیست تو فضای مجازی ولی رصد شده که میگن طرف هم ماشاءالله سر تا پا برند با کلاس شیک و لاکچری و ایناست. الان اون دوست دختر فعلی علی کریمیه. خلاصه این خانم لیلا بلوکات به سلطان سینه هم بین بازیگرا معروفه، یعنی اونایی که تو صنعت سینما لیلا بلوکات میگن سلطان سینه است. در رتبه و جایگاه دوم خانم سحر قریشی قرار داره. نشون به اونشون که حتی فریبا نادری اونم که یکی از این بازیگرا هست شوخی‌های جنسی میکنه با سینه‌های لیلا بلوکات و از این شوخی‌ها استفاده میکنه. بعد از اینکه با علی کریمی لیلا بلوکات کات کرد، رفت با علیرضا حیدری کشتیگیر که خیلی از شما میشناسیدش، که بعد از اون یه مدت با علیرضا حیدری بود. سر شهرزاد کمالزاده دعواشون شد. شهرزاد کمالزاده هم فکر کنم 80% عمرش تو اتاق عمل بوده، یعنی بالا تا پایین ماشاءالله تا خشتک عمل بوده، که متاسفانه شنیدم که پدرش هم بر اثر ابتلا به بیماری سرطان فوت کرده و خدا رحمتش بکنه. به شدت سیگار میکشه شهرزاد کمالزاده، گل میکشه، اینقدر که بوی ماشینش بوی سیگار گل میده آسی بودن دستش. میگفتن آقا این سیگار سگ مستو میکشی شیشه رو بده پایین. از اون طرف لیلا بلوکات وقتی میخواست مثلا یه سری از دوست پسرش نگه داره مثل علیرضا حیدری و مثلا علی کریمی، خواهرش که بسکتبالیست ماشاءالله خیلی هم خوش‌هیکل هستش میفرستاد جلو که کارا رو در بیاره و اون کارا رو ببره جلو. در خصوص حالا خواهرش هم بعداً صحبت میکنیم توی برنامه‌های دیگه. بعد از اون هم رفت با یه پسری به اسم فرهاد لیلا بلوکات دوست شد. فرهاد کی بود؟ فرهاد پسرخاله یوسف تیموری بود که کلینیک کاشت مو و زیبایی و این چیزا رو داره. که جالبه که یه شخصی به اسم ایمان ابراهیمی که توی گروه بهرام بانی هم هست باعث جدایی فرهاد از لیلا بلوکات میشه. فرهاد میره با کی دوست میشه؟ با سحر قریشی. مثلا ربطش رو شما بگم، ماشاءالله این فرهادم سینما دوست داره، همه رو ماشاءالله تو این کارا برده و میاد میره با سحر قریشی. سحر قریشی اگه یادتون باشه با مهدی طارمی دوست بود که حتی حالا راجع به مهدی طارمی هم به شما میگم که داستانش از چه قرار بود. میاد با بعد از مهدی طارمی که اون ماجرای دوبهشون و عکسایی که لو میره، عکسای دو نفرشون که حالا جلوتر میگم که کی این عکس‌ها رو لو داده بود، برای چی این عکس‌ها رو لو داده بود هم بهش میپردازیم. یه فلش بک بزنیم به سحر قریشی که اصلا سحر قریشی گذشتهش چی بوده، برمیگردیم بهش. سحر قریشی سال 90 تا 93 با امید خواننده بود دیگه، ازدواج کردن، دوست شدن، عکساشون هم اومد بیرون. لا بلا یه دوستی با حسین فرحبخش هم دوست بود. حسین فرحبخش بهتون گفتم دیگه، یعنی ماشاءالله به هیچ بازیگر خانومی رحم نکرده. یه بارم فکر کنم فیلمشو پخش کردم براتون دیگه، چت ویدیویی و تصویری و ایناش با دو تا از این دخترها بود. امید چون گل میکشید و درگیر بود، خواننده هم بود، زمانی که لکسوس داشت، میگم اون موقع از سحر قریشی جدا میشه. اون موقع امید خونه‌شون 3 طبقه بود. طبقه دوم مادر امید و پدرش زندگی میکردن، طبقه سوم هم سحر قریشی و امید زندگی میکردن. که توی فیلم سینمایی نیوکاسل یه تهیه کننده بود به اسم مینایی اگه اشتباه نکنم، تو کف سحر قریشی بود که خیلی میخواسته باش دوست بشه. سحر قریشی تو همون فیلم با حمید گودرزی دوست میشه و رابطه‌شون هم جدی میشه. حمید گودرزی خیلی علاقه نداشته به رابطه جدی و رابطه فیکس اصطلاحاً. سحر قریشی چرا خیلی می‌خواسته ازدواج بکنه، بره توی رابطه، تا اینکه سحر مچ حمیدو میگیره، با یه دختری بوده و اینا، مچشو میگیره و جدا میشه. از اون طرف ولی چون حمیدو دوست داشته یه مدتی هم شایعه کرده بوده بین دوستاشون که من از حمید حامله‌ام، که حمیدو بترسونه برگرده بیاد تو رابطه. حمید هم خودش این کارو گفته بابا برو، سیکشو کشیده گفته برو تو که این رفتار رو میکنه. اما عکسای سحر قریشی و مهدی طارمی کی لو داده بود؟ شیما.
که با سحر زندگی میکرد. تو دبی هم با هم دیگه بودن، میگفتن که دوست صمیمی شیما، دوست صمیمی سحر شیما عکس‌ها رو لو داده. شیما با شجاع خلیلزاده دوست بود که شجاع خلیلزاده میاد مهدی طارمی رو به سحر قریشی معرفی میکنه. اون موقع یه مدتی هم با هم دیگه دوست بودن که میبره حتی مهدی طارمی سحر قریشی به خانواده‌اش بوشهر نشون میده و خانواده‌اش هم مخالفت میکنن و از اون طرف حالا به صورت حالا بدون که کسی بفهمه ور میداره و سحر قریشی رو میبره دبی و بعد از اون هم فیلم های دبیشون پخش میشه. بعضی وقتا میشینم فکر میکنم که چرا من یه چیزایی از اینا میدونم که خودشونم نمیدونن. الو بله. پس تا فردا قرار اسهال بگیره خبر نداره. کجاش درد میکنه؟ اوکی آقا حله. شما تا ما رو سابسکرایب میکنید بعد چند تا افشای پشم ریزونه دیگه براتون آماده میکنم. از اون طرف با فرهاده هم که بعد از اون که با مهدی طارمی کات میکنه میره با فرهاده هم یه مدتی باهاش دوست بوده، کات میکنه میره با ایمان ابراهیمی، همون کسی که اومده بود لابی زده بود به فرهاد که سحر رو باش دوست بکنه. با فرهاد کات میکنه میره با امید ابراهیمی که توی گروه بنامبانی بوده، یه مدت هم با اون بوده. بعد میره با یه شخصی به اسم محمد دوست میشه که محمد یه دونه ویلا داشته توی کردان، یه دونه بنز داشته که میداده سحر باش دور بزنه، دور بکنه اینا. بعد از اونم 7 تا 10 میلیارد تومان توی همون هول و هوشی که با فرهاد دوست بوده هزینه طراحی خونش رو پول میدن، چون رابطه‌شون اون موقع هم جدی بوده. اون موقع فرهاد یه دونه ماشین شاسی بلند داشته که سحر هم با اون ماشین میرفته دور و از این کارا انجام میده که بعد از اونم با فرهاد کات میکنه و الان هم گویا با کسی نیست. خلاصه اون کسانی که با مثلا چی میگن کراش دارن رو سحر قریشی میتونن برن باش توی رابطه و باش صحبت بکنن. این شده بود ماجرای لیلا بلوکات و سحر قریشی که هنوز هم پرونده $50,000 که مهدی طارمی بهش داده بود، حالا یه دونه گفتن دزدیده بوده، یه دونه گفتن برداشته بوده، توی دادگاه هستش و دارن پیگیری میکنن که خیلی هم سر و صدا کرد. روزنامه هم نسبت به این قضیه صحبت کرده بودن و بحث کرده بودن، ولی خب هنوز این پرونده شکایت در جریان هستش. در خصوص لیلا بلوکات هم یادم باشه اینجا به شما بگم که چرا لیلا بلوکات ممنوع کار شده، حتی در تلویزیون و حتی در اصطلاحاً تلویزیون‌های اینترنتی توی ساترا الان لیلا بلوکات ممنوع کاره، به خاطر اینکه خیریه زده بوده. این گردش‌های مالی و فعالیت‌های مالی توی ساترا کنترل شده و مثل اینکه نهادهای امنیتی گفتن که تا وقتی که این فعالیت‌های مالی انجمن خیریه‌اش شفاف نشه نباید مجوز بهشون بدید که بخواد بیاد اونجا معروف بشه و از طریق اون معروفیتش بخواد اصطلاح خودمون استفاده بکنه واسه خیریه. این هم از خصوص خانم لیلا بلوکات و سحر قریشی. شهرزاد کمالزاده هم لابلاش بهتون گفتم، من چک بکنم. راجع به سارا خوئینی هم بعدا به شما میگم که حالا همیشه مست بود و خوانندگی میکنه تو مستی و اینا، که در قسمت بعدی به شما میگم. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید و ممنونم اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید، واسمون کامنت بذارید و ممنون که تا این لحظه با ما همراه